الله اکبر. اگر شما قبل از توضیحات بنده اشتباه کار را متوجه شدید در کامنت بنویسید، ببینیم که چه کسی قبل از توضیحات بنده اشکال را متوجه شده. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه میگوید که یک روزی آمدم در مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز خواندم. روایتش در سنن ابو داود هست. نماز خواندم، تکبیر گفتم، نمازم را شروع کردم، دیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم بلند شد و آمد طرف من که داشتم نماز میخواندم آمد دست چپ ما را گرفت و پایین برد و دست راست ما را آورد بالایش گذاشت. یعنی این که در هنگام قیام باید دست راست بر روی دست چپ قرار بگیرد و بسته بشود دست، یعنی دسته ها باز نباشد. سنت این از جمهور علما و مذاهب نظرشون بر این است که دسته ها باید در هنگام نماز در حالت قیام بسته باشد، دست راست بر روی دست چپ. روایتش هم در صحیح مسلم هست. روایتی هست از حضرت مالک بن حویرث رضی الله تعالی عنه که ایشان در کیفیت نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ثم وضع یده الیمنا علی الیسرا. پیامبر وقتی که تکبیر گفتند بعد از تکبیر دست راستشون را بر روی دست چپ خودشان به این صورت گذاشتند. روایت هم صحیح هست در صحیح مسلم. در روایت دیگر که در صحیح بخاری هست، سهل بن سعد رضی الله تعالی عنه میگوید که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم مردم امر میشدند که دست راست را بر روی دست چپ بگذارند. کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنا علی ذراعه الیسرا فی الصلاة. این جز سنت هایی هست که در حالت قیام است. بستن دست یکی از سنت ها هست. بالفرض اگر کسی دست نبست به صورت اینکه کاملا دستهایش باز بود نماز خواند، از نظر شرعی هیچ اشکالی ندارد، ولو اینکه عمدن این کار را انجام داده باشد و این سنت را ترک بکند. منتها بهتر و کاملتر و نظر جمهور علما و مذاهب اهل سنت و الجماعت بر این هست که در هنگام نماز آنگونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم دست راست را بر روی دست چپ میگذاشتند ما هم این گونه عمل بکنیم.